تمام تلاشتون رو بکنید که ثروتمند بشید، تمام تلاشتون رو بکنید که پولدار بشید. این حرفایی که در میان میگن آقا پول چرک کف دسته و اینا حرفای بیخوده. پول بسیار هم چیز خوبیه. خود پیامبر میگن فقر نزدیکه که به کفر تبدیل بشه، یعنی فقر کفر رو میاره. شما وقتی پول نداشته باشی به همه چیز دیگه ناسزا میگی. اصلا شما میخوای کار خوب انجام بدی نیاز داری که پول داشته باشی. مگه میشه آدم کار خیر بخواد بکنه پول نداشته باشه؟ شما میخوای نذری بدی باید پول داشته باشی. شما میخوای به یه نفر کمک کنی باید پول داشته باشی. پس این حرفو از سرتون بیرون کنید که پول چیز خوبی نیست، پول نمیدونم خوشبختی نمیاره. ببینید پول شرط لازم زندگی باید باشه، بله شرط کافی نیست، کنارش باید یه سری چیزای دیگه هم باشه که خوشبختی بیاره. ولی دعاتون این باشه خدایا همونطوری که ما رو داری ثروتمند میکنی ظرفیت اون ثروتم رو به ما بده که تو جاده خاکی نزنیم.